بالاترین مراتب کمالی انسان بهش نمیرسه مگر با روحیه تسلیم به مشیت الله و ترک الاقتراح علیه. حتی پیشنهادم ندی به خدا، اینقدر تسلیم باشه. یعنی چی؟ انسان با تمام وجود تسلیم اوامر الهی باشه، تمام اموری که میخواد انجام بده نگاه بکنه ببینه مشیت خدا آیا به انجام این کار تعلق گرفته یا نه، آیا امر داره من انجام بدم، اگر داره انجام میدم. میخوام ترک کنم، آیا نهی بهش تعلق گرفته از ناحیه ذات باری تعالی، ترکش میکنم. یه موقعی هم هستش که انسان مردد میشه، چیکار کنم؟ آیا ترک کنم یا انجام بدم؟ دوراهی‌های زندگی. اینجا هم چیکار میکنه؟ کسی که تسلیم مشیت الهیه نمیاد دل بخواهی عمل کنه، دلم چی میگه؟ نه، میگه ببینم مشیت خدا بر انجام کدام امر تعلق گرفته. چجوری مشیت الهی رو پیدا میکنه؟ اولا میاد مشورت میکنه با دیگران. البته مشورتش با بندگان خدا با این دید و نگاهه که خدایا من مشورت میکنم برای اینکه آنچه که مشیت توست در زبان و لسان این کسی که باهاش مشورت میکنم قرار بدی، آنچه که مصلحت من هست رو در زبان او جاری کنی تا من مشیت تو رو بهش برسم. اینطور بگید. مخصوصا در لسان پدر و مادر این اتفاق میفته. خداوند مصلحت انسان رو به لسان و زبان پدر و مادر جاری میکنه.